ما در یه جهان پهناور زندگی می‌کنیم، روی سیاره‌ای کوچیک و مرطوب. میلیاردها سال پیش از همون عناصری که مواد غیر زنده رو تشکیل میدادن، حیات تک‌سلولی به وجود اومد و به مرور زمان به شکل‌های پیچیده‌تری از زندگی تبدیل شد. همه این موجودات، چه زنده و چه بیجان، چه میکروسکوپی و چه کیهانی، توسط قوانین ریاضی با ثابت‌های ظاهراً دلخواه اداره میشن. مثل سیب که همیشه از درخت به زمین میافته، چون قانون جاذبه زمین اینجوری کار میکنه. این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. اگه جهان کاملا توسط این قوانین اداره میشه، آیا یه کامپیوتر خیلی قوی نمیتونه دقیقاً اونو شبیه سازی کنه؟ آیا ممکنه واقعیت ما یه شبیه سازی خیلی دقیق باشه که توسط تمدن‌های خیلی پیشرفته‌تر طراحی شده؟ این موضوع امروز ویدیوی ماست و ما میخوایم بفهمیم که آیا واقعاً ممکنه در یه جهان شبیه سازی شده زندگی کنیم؟ در ادامه با ما همراه باشید تا این ایده شگفت‌انگیز رو با هم بررسی کنیم. شاید این ایده اول شبیه داستانای علمی تخیلی به نظر بیاد، ولی باید بدونی که این موضوع همیشه یکی از جدی‌ترین مباحث مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان بوده. یه فیلسوف به نام نیک باستروم در مورد اینکه ما احتمالاً داخل یه شبیه سازی زندگی می‌کنیم، نظریه ای قانع کننده ارائه داده. اما عده زیادی از دانشمندان هنوزم فکر می‌کنن که این یه احتماله. این دانشمندان شروع به طراحی آزمایش‌هایی کردن که بتونن بفهمن آیا جهان ما یه شبیه سازیه یا اینکه این فرضیه تنها یه توهم بزرگه. اونا دارن در مورد محدودیت‌های شبیه سازی فرضیه پردازی میکنن، اینکه چطور این محدودیت‌ها میتونن نشونه‌های قابل شناسایی توی جهان ما ایجاد کنن. خب سوالی که پیش میاد اینه که ما از کجا میتونیم دنبال این اشکالات بگردیم؟ یه ایده اینه که وقتی یه شبیه سازی اجرا میشه، ممکنه با گذشت زمان خطاها در یه جا جمع بشن. ممکنه شبیه سازها برای رفع این خطاها مقادیر ثابت موجود در قوانین طبیعت رو دوباره تنظیم کنن. این تغییرات میتونن خیلی کوچیک باشن. درست مثل اینکه ما بخوایم یه بازی کامپیوتری قدیمی رو آپدیت کنیم تا باگ‌های اونو کمتر کنیم. یا حتی بعضی از مقادیر ثابت در طبیعت مثل سرعت نور در خلا یا ثابت گرانش جهانی با دقتی در حد میلیون اندازه‌گیری شدن و دهه‌هاست که بدون تغییر باقی موندن. مثل عدد ثابت گرانش که برای اندازه‌گیری جاذبه بین دو جسم استفاده میشه. پس هر تغییری باید در مقیاس خیلی کوچیک انجام بشه. اما همونطور که دقت بیشتری در اندازه‌گیری این مقادیر ثابت به دست میاریم، ممکنه با گذشت زمان تغییراتی جزئی هم از اونا کشف کنیم. یه جای دیگه که ممکنه نشونه‌هایی از شبیه سازی پیدا کنیم، اینه که حتی اگه قدرت محاسباتی خیلی بزرگی هم داشته باشن، بازم نمیتونن ابدیت و بی‌نهایت رو شبیه سازی کنن. مثلا اینکه یه کامپیوتر نمیتونه یه فایل بی‌نهایت بزرگ رو پردازش کنه. پس حتی اگه فضا و زمان پیوسته باشن، بازم یه تکه کوچیک از جهان نقاط بی‌نهایتی داره که شبیه سازی اون با توان محاسباتی محدود غیر ممکن میشه. درست مثل اینکه بخوایم تعداد بی‌نهایتی پیکسل رو داخل یه تصویر نمایش بدیم. پس یه شبیه سازی باید مکان و زمان رو در جزئیات خیلی کوچیک نشون بده. این جزئیات احتمالاً انقدر کوچیکن که تقریباً غیر قابل درکن. اما شاید بتونیم با استفاده از ذرات زیراتمی خاص این نشونه ها رو پیدا کنیم. دقیقاً مثل کاری که با استفاده از یه میکروسکوپ قوی برای دیدن ساختار مولکولی یه ماده انجام میدیم. به طور کلی هر چقدر یه چیز کوچیک‌تر باشه، نسبت به ضربات و تغییرات حساس‌تره. تصور کن با یه اسکیت بورد داخل یه چاله کوچیک بیفتی، در حالی که اگه یه کامیون از همون چاله رد بشه اصلاً متوجه نمیشه. یه سنگ کوچیک در کف چاله میتونه باعث زمین خوردنت بشه، ولی همون سنگ زیر لاستیک کامیون اصلاً احساس نمیشه. پس هر واحد توی فضا زمان انقدر کوچیکه که بیشتر چیزا بدون هیچ اختلالی ازش رد میشن.
البته نه فقط اشیایی که با چشم غیر مسلح دیده میشن، بلکه مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌های اتمی و بیشتر ذرات زیراتمی هم از این واحدهای فضا زمان عبور میکنن. این یعنی تمامی این نقاط کوچیک در فضا زمان مثل نقاط ریز یه تصویر انقدر کوچیک و پراکندن که اشیا و مولکول‌ها، اتم‌ها و ذرات زیراتمی به راحتی از این نقاط عبور میکنن، اونم بدون اینکه تأثیری روی اونا داشته باشه. حالا اگه ما یه واحد خیلی کوچیک توی فضا زمان یا یه ثابت متغیر توی قانون طبیعی پیدا کنیم، آیا این میتونه ثابت کنه که جهان ما یه شبیه سازیه؟ خب در واقع نه. این فقط اولین قدم از شروع یه مسیر پیچیده و پر از چالشه. ممکنه برای هر کدوم از این یافته‌ها توضیحات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. اما برای اینکه فرضیه شبیه سازی رو به عنوان یه نظریه علمی از طبیعت ثابت کنیم، ما نیاز به شواهد خیلی بیشتری داریم. ولی با این وجود، بیشتر آزمایشایی که ما طراحی می‌کنیم تحت تأثیر فرضیاتی هستند که همشون به نوعی مشترکن. مثل قوانین فیزیکی، ثابت‌های طبیعی و مدل‌های علمی. در حال حاضر درک فعلی ما از دنیای طبیعی در سطح کوانتومی به مقیاسی به نام مقیاس پلانک محدود میشه. پس اگه واحد فضا زمان توی این مقیاس باشه، با علم فعلی نمیتونیم دنبالش بگردیم. اما هنوز کلی چیز وجود داره که کوچکتر از چیزاییه که الان میتونیم ببینیم، ولی بزرگتر از مقیاس پلانکه و ما میتونیم روشون تحقیق کنیم. در هر صورت این تغییرات اونقدر آهسته و کندن که فقط در طول زمان خیلی طولانی قابل مشاهده‌اند. درست مثل طول عمر جهان. در نتیجه این پدیده ها ممکنه وجود داشته باشن، حتی اگه نتونیم طی قرن‌ها یا هزاران سال اونا رو اندازه‌گیری کنیم. ما دوست داریم فکر کنیم که اگه جهان ما شبیه سازی شده باشه، شبیه سازها محاسبات رو به همون روشی انجام میدن که ما انجام میدیم و در نهایت با محدودیت‌های محاسباتی ما مواجه میشن. ولی ما هنوزم هیچ راهی برای فهمیدن اینکه تمدن‌های بیگانه چه محدودیت‌هایی دارن نداریم. اما باید از یه جایی شروع کنیم. شاید هیچ وقت نتونیم به طور قطعی ثابت کنیم که جهان یه شبیه سازیه. اما ما همیشه از علم و فناوری استفاده می‌کنیم تا به جواب این سوال برسیم و بفهمیم ماهیت حقیقت هستی چیه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. شما رو در ویدیوی بعدی می‌بینم. تا جستجوی بعدی، بدرود.